این ویدیو با بقیه ویدیوهای چنلمون فرق میکنه. قراره که بریم 5 ساعت ماینکرافت بازی کنیم و قراره که هیدر بهمون دستور بده و میگه که چیکار کنیم. دقیقاً مثل موش سراشپر. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اینجا مثل هر ورد سروایول عادی نشستم چوب ماین کردم. بعدش رفتم یه ذره سنگ زدم و رفتم ببینم هیدر برای اولین چالش چی بهمون داده. برای اولین چالش باید یه گوسفند رو اسپیدران بکنی. چجوریه این قضیه؟ اینجوریه که اول گیم که اسپان میشی باید بری مس بکنی، یه سری رادا هستن با مس ساخته میشن، بری ردستون بکنی، پیستون بسازی و بیای و اون رادی که با مس ساختی رو بکنی توی گوسفند و اینو اسپیدران کنی، توی سریع ترین تایم ممکن ببینی چقدر میتونی در بیاری اینو. اجازه بدید من جواب عمو هیدر رو بدم و الان برمیگردم. داداش بعد از اینکه چالش اولی که عمو هیدر بهم داده بود و قبول کردم، رفتم دنبال غار گشتم و متوجه شدم که به غذا نیاز دارم برای غار. پس رفتم جای مختلفی رو گشتم، غذا تونستم گیر بیارم و زغال ماین کردم، وارد غار شدم و به این فکر کردم که چجوری اینجا برم پایین. اینجا داشتم این اسپایدرمن آبی رو میدیدم، یه ذره مس کندم که بتونم چالنجمون رو انجام بدم. اینا برو بالا جون ننت. آی آهن دیدم. برو بالا تو رو خدا، برو بالا بابا. من نمیمیرم. مردم و همونجوری که دیدید برای اولین بار مردم و همچنین برای دومین بار. چجوری نیافتادم تو آب؟ اینجا تونستم جون سالم به در ببرم و یه جایی خودم رو سیف نگه دارم و اشیمو پر کنم. یه مقداری هم تلاش کردم که برگردم و برم بالا، ولی امان از دست این لگای بیدلیل ماینکرافت گوشی. وای برو بالا لگ نشو، برو بالا. یکی دیگه داره بیاد. مردم. نه مردم، ولی بازم تونستم که جون سالم به در ببرم و یه جا بشینم و اچپیمو پر کنم. اینجا هم با 2-3 تا اسکلتون تو فایت بودم که نرو. وای حالا وای و خدا رو شکر تونستم از غار خارج شم. بابا بیا اینجا دیگه، داری فرار میکنی با من. تونستم اون رادی که عمو هیدر میگفت و بسازم. یه دونه گوسفند گیر آوردم و تونستم که با بدبختی‌های فراوان سوار قایقش کنم تا بتونم اون رادو واردش کنم. بیا آبار کلا قربون آدم چیز فهم. آقا بنازم هیدر رفت توش. هیدر رفت توش. اجازه بدید من به آقا هیدر اعلام کنم که رفت توش. هیدر جان بالاخره بعد از 1 ساعت رفت توش و چالش کامپلیت. چالش بعدی رو بده. از اونجایی که نیاز به تخت داشتم و تونستم یه ویلیج پیدا کنم و خب از اونجایی که خیلی خسته شده بودم رفتم و یه کمی استراحت کردم. و شما استراحت میکنم، شما این ویدیو رو لایک کنید، چنلم هم سابسکرایب کنید. خلاصه بس فلان خدا. استراحت کردم، برگشتم و دیدم که هیدر چالش جدید بهم داده. حالا که یه دونه گوسفند رو اسپیدران کردی، باید بری وسایل جمع بکنی و یه دونه پادریک لخت وسط مپت بسازی. هیدر این چالش ها رو از کجا میاری ناموس؟ بعد از اینکه چالش جدید آقا هیدر جون رو گرفتم، رفتم و لوکیشنی که میخواستم پادریک لختم رو بسازم و انتخاب کردم و کم کم شروع کردم به ساختن. دوستان تا من دوباره برمیگردم چنل رو ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. خداحافظ. بنازم خداییش پاتریک خفنی شد، لختم هست. پاتریک چون خیلی بزرگه میاد از اونجا حاجی، نکن از همونجا میاد اینجوری میشاشه این تو حاجی. بعد از اینکه پاتریک لخت رو ساختم منتظر موندم تا هیدر چالش بعدی رو بهم بگه. دوستان اگه این تخمه جوجه بشه، عمو هیدر خوب پسریه. بیا پایین بینیم. خب جوجه نشد. اگه این جوجه بشه من خوب پسریم. اینم جوجه نشد دوستان. ما هیچ کدوممون خوب پسری نیستیم. برو کنار. میدونستی من نون دارم؟
آره بی‌ناموس می‌رسی من نون دارم. همچنان منتظر چالش بعدی بودم که اینو دیدم. نشد چیکار دارید؟ Every night to ببخش نگاه حاجی لخته حاجی پاتریک لا. این واسه چالش بعدی برو اند، بعد همه وسایل تو دراپ کن تو وید، بعد برو اندر دراگون تلاش کن. داداش مگه فیلم و رفتم به دنبال لاوا تا بتونم پورتال ندر بسازم. بریم اینجا لاوامونو برمیداریم. بابا خب تو چرا استون میشی؟ نمیشه ابزیدیان بشی؟ چجوری باید ابزیدیانت کنم؟ من میرم بخوابم. قهرم شب بخیر. بذار من یه سرچ کنم ببینم چجوری باید لاوا ابزیدیان آب. خیلی خوب دوستان، من با تمام فلج مغزی بودنم تونستم پورتالو بسازم، فقط متوجه شدم فندک ندارم و رفتم دنبال فلینت گیو می. آها فلینت می و نه تق. خب این از پورتال ندرمون. گلد ندارم، اشکال نداره خدا میرسونه گلدو. این شانس حاجی نمیدونم چه جوری، ولی با خوش شانسی تمام تونستم زنده بمونم. رفتم یکم اندرمن زدم و تونستم که فورترس پیدا کنم. بذار بشینیم بریم. ریدم وای نه. من رفتم یه سر استراحت کردم، ویدیو رو پاز کردم و یادم رفته بود ویدیو رو از پاز در بیارم و یه سری قسمت رکورد نشده بود و خلاصش الان بهتون میگم. من یه ذره دهنم سرویس شد سر پیدا کردن اسپانر و یه سه تا بلیزردم زدم. الان اومدم چک کردم رکورد نیستم و اسپانر رو پیدا کردیم و این پشتم بستم و خلاصه دهنم سرویس شد دیگه. نشستم یه ذره بلیزراد فارم کردم. ای بابا نداد چیزی. و اینجا همشون رو گیر انداختم و تونستم حجم زیادی بلیزراد گیر بیارم. آیا فندر که رفت کردم و رفتم و دنبال مسیر استرانگ هولد گشتم. همینطور که من دارم دنبال استرانگ هولد میگردم، یادتون نره که چنلمو ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید که از من حمایت کنید. مرسی. با هر بدبختی که بود استرانگ هولد رو پیدا کردم و آیا فندرها روی پورتال گذاشتم. ساعت 1 الان حاجی 4 ساعته دارم ریکورد میکنم. کمک. ما برای این 5 ساعت ویدیو من و هیدر خیلی زحمت کشیدیم و خواستم بگم که اگه براتون زحمتی نره چنل رو ساب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید. خیلی ممنون. اینجا هم داشتم آیتمامو دراب میدادم برای چالش. خیلی خوب وسایلمو همه رو انداختم تو وید. بریم دراگون رو با دست خالی شکست بدیم. ببین هیچ شانسی نداری زندگیمو میذاره. یا اگه شمشیر داشتم الان نصف چیشو زده بودم حاجی. رفت. وای فاک. خب چرا اون بالا رو اونجوری کردی خودت هم نتونی بشینی؟ یا پایین. و همون جوری که دیدید نتونستیم اندر دراگون عزیز رو شکست بدیم و این چالش رو تموم کنیم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدید. فعلا بوس به کلتون.